در ادامه سوالی که مطرح شده بود تو پیج در مورد نحوه بروز خشم، هم سایر احساسات منفی و به طور خیلی خلاصه روش درست ابراز خشم و سایر احساسات منفیمون چیه. ببینید در مورد خود خشم که بهتره که اگه امکانشو داریم محل رو ترک کنیم، حالا حتما اگه نشد از خونه بریم بیرون، مثلا توی اتاق دیگه بریم، یعنی یه فاصله بیفته بینه. غیر از اون میشه احساسات منفی دیگه هم هست، مثلا الان ناراحتم از دستت، شک کردم بهت، چجوری اینا رو مطرح کنیم. چند تا اصل مهم داره، یعنی اینکه اگه میخوایم گفتگوی مؤثری باشه، بهتر اینه که صبر کنیم در موقعیت مناسب اینو مطرح کنیم. اون ناراحتیمونو معمولا با تکست دادن، با چت کردن، وقتی طرفمون سر کاره، میدونیم مثلا تو جلسه است، عجله داره، هیچ وقت خوب جواب نمیده. خیلی بهتره که از حالا اصطلاحی که بیشتر به کار برده میشه آی مسیج به جای یو مسیج، یعنی درباره احساسات خودم صحبت کنم، نه احساسات طرف مقابلم. مثلا مثال میزنم، مثلا یه خانومی زنگ میزنه به همسرش، تلفن جواب نمیده، خب از این موضوع ناراحته، میخواد اینو بگه. اگه به محض اینکه از راه رسیده، خسته است، گرسنه است، نمیدونم، شروع کنه به اینکه تو آدم بی‌مسئولیتی هستی، تلفن جواب ندی، معلوم نیست چیکار میکردی، خب مسلما هر کسی باشه دفاع میکنه از خودش، حتی اگه ته دلش مثلا قبول داشته باشه که اشتباه کرده، مثلا باید جواب میداده. این که گفتم میشه یو مسیج، یا اینکه درباره تو دارم صحبت میکنم، یه سری تهمت‌های، یه سری نسبت‌های اخلاقی و رفتاری بد رو دارم بهت القا میکنم.